ستاد مربیان تیم ملی تاجیکستان با راهبری سرمربی عثمان توشف رویخط هیئت دسته را برای دعوت شدن به بازی‌های سنجشو دوستانه با منتخب ملی اردن که 1 و 5 فوریه برگزار می‌شوند معین نمود. بر رویخط مذکور 23 بازیگر از جمله 3 دروازه‌بان، 9 محافظتگر، 7 نیم محافظتگر و 4 حمله‌ور شامل شدند. از اعضای تیم ملی تاجیکستان که در دسته‌های خارجی کشور بازی می‌کنند، همگی 2 نفر محافظتگر بنیادکاری تاشکند دورانجان ارگاشov و نیم محافظتگر نوبهاری نمانگان احسان پنجشنبه دعوت شدند. یک چند بازیگر دیگرمان که در باشگاه‌های خارجی مملکت بازی می‌کنند وابسته به وضعیت پاندمی نمی‌توانند در واخوری‌ها بر مقابل اردن اشتراک نمایند. آمادگی تیم ملی تاجیکستان روز 27 ینور در شهر دوشنبه شروع می‌کند. 30 ینور باشد منتخب ملی کشور به دبی پرواز کرده آمادگی را ادامه می‌دهد. کنفدراسیای فوتبالی آسیا هیئت ثبات‌ها برای قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ چمپیون‌های آسیا در منطقه غرب و شرق اعلام کرد. قرعه‌کشی 27 ینور برگزار می‌گردد. موافق نتیجه قرعه‌کشی 4 دسته‌ای در 10 گروه جای داده می‌شوند. مرحله گروهی مسابقه در منطقه غرب از 14 تا 30 اپریل و در شرق از 21 اپریل تا 7 می در شکل متمرکز برگزار می‌شود. قهرمانی تاجیکستان استقلال دوشنبه امسال در مرحله گروهی لیگ چمپیون‌های کنفدراسیای فوتبالی آسیا بار اول برآمد می‌کند. استقلال در سبد سوم با دسته‌های پختکاری ازبکستان، الوحدت اردن، گوای هندوستان و استقلال ایران جایگیر است. کنفدراسیای فوتبالی آسیا ترکیبی ثبات‌ها را برای قرعه‌کشی مرحله گروهی جام کنفدراسیای فوتبالی آسیا 2021 نیز معین کرد. امسال شماره اشتراکچیان جام کنفدراسیای فوتبالی آسیا در منطقه مرکزی زیاد گردید. حالا در این منطقه با جز از نمایندگان تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان یک باشگاه از ازبکستان هنرنمایی خواهد کرد. 7 دسته آسیای مرکزی در جام کنفدراسیای فوتبالی آسیا رقابت را از مرحله گروهی آغاز می‌کنند. موافق نتیجه‌های قرعه‌کشی که 27 ینور برگزار می‌شود، یک گروه از 4 دسته و یک گروه دیگر 3 دسته را در بر می‌گیرد. غالبان گروه‌ها در فینال منطقوی بازی می‌کنند. غالب جام تاجیکستان 2020 تیم روشن کلوب هنگام قرعه‌کشی جام کنفدراسیای فوتبالی آسیا 2021 در سبد اول بوده به شبهه در مرحله گروهی با نماینده ازبکستان بازی نمی‌کند. برنده مدال‌های نقره چمپیونات تاجیکستان در موسم گذشته خوجند در سبد سوم همراه با اهل ترکمنستان است و در مرحله گروهی رقیبان خوجند التیناسی ترکمنستان، نماینده ازبکستان و داردوی اولوی قرقیزستان خواهد بود. در منطقه مرکزی طبق مقررات جام کنفدراسیای فوتبال آسیا 2 نماینده یک کشور نمی‌توانند در یک گروه باشند.